راز مردای کاریزماتیک در جذب دخترها. سلام به همه همراهان خوب این کانال. اینجا قراره حرفایی رو بشنوی که کسی راحت دربارشون صحبت نمیکنه. اگه بلدشون باشی میتونی یه رابطه بسازی که هم حال دلت خوب باشه هم فکرت آروم. بی سر و صدا ولی عمیق و واقعی. من دکتر لیلا مهرنیا هستم، روانشناس، و اینجا کنار هم یاد میگیریم چطور حال خوب رو توی رابطه هامون زنده نگه داریم. بذار یه چیزی رو همین اول روشن کنم. کاریزما یعنی اون نیروی نامری که وقتی یه مرد وارد جمع میشه همه ناخودآگاه یه لحظه برمیگردن سمتش. نه به خاطر تیپ عجیب غریبش یا حرفای قلمبه سلمبه، بلکه چون یه چیزی توی رفتارش، تو نگاهش، تو سکوتش فرق داره. مرد کاریزماتیک لازم نداره داد بزنه من خواستم. اون کاری میکنه که بقیه خودشون این حس رو تجربه کنن. یه حضور خاموش ولی پررنگ. یه اعتماد به نفس که حتی بدون یک کلمه فضا رو پر میکنه. ماکس وبر، جامعه شناس معروف، میگه کاریزما ترکیبی از اعتماد درونی و انرژی که آدم‌ها رو جذب میکنه، حتی اگه خودشون ندونن چرا. یعنی جذابیت واقعی توی کفش گرون قیمتش یا ماشین لاکچریش نیست. تو نیروی نرمیه که وقتی که میشینی کنارش حس میکنی چیزی متفاوت اینجاست. یه چیزی که نمیشه توضیحش داد، فقط باید حسش کنی. خیلیا فکر میکنن کاریزماتیک بودن یعنی خوش‌تیپ بودن، پول داشتن یا از این جمله های تکراری. آره این چیزا میتونه کمک کنه، ولی کاریزما هیچ وقت فقط به ظاهر ربط نداره. کاریزما یعنی انرژی درونی که حتی وقتی هیچی نداری بازم نمیذاره نادیده گرفته بشی. یه مرد میتونه کت شلوار گرون بپوشه، عطر خارجی بزنه، ماشین مدل بالا سوار شه، ولی وقتی حرف میزنه یا وقتی تو جمع راه میره هیچ جذبه‌ای حس نشه. چون اون چیزی که تو دل آدمو میبره اعتماد به نفس عمیق، نظر و برق سطحی. کارل راجرز، روانشناس بزرگ، میگه آدم‌ها بیشتر جذب کسایی میشن که اصالت دارن، نه کسایی که نقش بازی میکنن. یعنی چی؟ یعنی اگه کاریزما رو بخوای با ادعا، فخر فروختن یا نمایش الکی بسازی نهایتش 2 روز دوام داره. ولی اگه ریشه‌اش توی خودتو شناختن باشه همه حس میکنن با یه آدمی طرفن که خودش رو میشناسه و احتیاج نداره ادا در بیاره. مرد کاریزماتیک ساده است ولی خاص. حرفش معمولیه ولی سنگینه. رفتارش عادیه ولی یه چیزی پشتش حس میکنی. نگاه کاریزماتیک حرف نمیزنه، نفوذ میکنه. میدونی فرق یه نگاه عادی با نگاه کاریزماتیک چیه؟ یه نگاه معمولی میاد و میره، ولی نگاه کاریزماتیک میمونه. نه اینکه خیلی عجیب غریب و سنگین باشه، بلکه پر از آرامشه، پر از اعتماد به نفسه، طوری که طرف مقابل حس میکنه تو داری مستقیم روحش رو میبینی، نه فقط صورتشو. یه مرد کاریزماتیک وقتی نگاه میکنه نیاز نداره بگه من جدیم یا من جذابم. اون حسو خودش منتقل میکنه بی هیچ کلمه‌ای. نیچه یه جمله معروف داره و میگه نگاه آینه درونه و کسی که خودش رو بشناسه با نگاه میتونه دیگران رو تسخیر کنه. یعنی اگه تو درونت پر از شک و اضطراب باشه چشمت همون رو لو میده، ولی اگه از درون آروم و مطمئنی نگاهت خودش همه چی رو میگه. زنها معمولا خیلی بیشتر از مردها به جزئیات نگاه حساسن. وقتی با نگاهت بدون کلمه احترام و اعتماد رو منتقل میکنی دیگه لازم نیست 1000 تا حرف بزنی، چون نگاهت میشه دعوتنامه‌ای که خودش کارش رو میکنه. تا حالا دقت کردی بعضیا وقتی میان جمع همه چی پر سر و صداست ولی هیچ کسی به دل نمیشینه، اما یکی دیگه بدون سر و صدا میاد فقط میشینه و همه ناخودآگاه حضورش رو حس میکنن. اینجاست که کاریزما از سکوت شروع میشه. مرد کاریزماتیک لازم نداره زیاد حرف بزنه یا خودش رو وسط بندازه. اون میدونه سکوت بجا خیلی وقتا بیشتر از 100 تا جمله اثر داره. وقتی همه دارن برای جذب توجه تقلا میکنن، تو فقط یه نگاه آروم بندازی یا با سکوتت نشون بدی کنترل فضا رو داری. اون وقتی که میشن تو فرق داری.
کارل یونگ یه حرف قشنگ داره و میگه سکوت گاهی پرمعناترین زبان دنیاست. این یعنی اگه تو بلد باشی کمتر حرف بزنی و بذاری کلماتت موقع درست بیرون بیان، دیگه نیازی نداری با شلوغ بازی ثابت کنی مهمی. خودتو مهم میکنی. زنها جذب همین مردایی میشن که حرفاشون با حسابه، نه اونو که هرچی به ذهنشون میرسه میریزن بیرون. چون سکوت تو براشون میشه یه معما، یه چیزی که دلشون میخواد کشفش کنن. زبان بدن قبل از هر کلمه حرف میزنه. یه مرد کاریزماتیک حتی وقتی چیزی نمیگه با ایستادنش، با حرکت دستاش، با راه رفتنش حرف میزنه. اون لازم نداره ژست مصنوعی بگیره یا ادای قوی بودن در بیاره. فقط چون خودش رو میشناسه. بدنش ناخودآگاه اعتماد به نفس رو نشون میده. ایستادن صاف، شونه های رها، قدم های آروم ولی محکم. اینا یعنی من مطمئنم، عجله ندارم. کنترل خودم رو دارم حتی که همه چی دور و برم شلوغ باشه. امی کادی، استاد دانشگاه هاروارد، توی تحقیقاتش نشون داد وقتی بدن در حالت باز و مطمئن قرار میگیره، نه تنها دیگران تو رو قوی تر میبینن، بلکه مغز خودت هم باور میکنه قدرت بیشتری داری. زنها خیلی سریع این چیزا رو میگیرن. ممکن اصلا متوجه نشن چرا. ولی وقتی مردی آروم و با وقار میسته، به جای تکونهای عصبی و دستپاچگی، یه حس امنی ازش میگیرن. و اون حس امن یکی از جذابترین رازهای کاریزما است. یادت باشه، کاریزما داد نمیزنه. کاریزما فقط هست. کاریزما چیا رو نابود میکنه؟ همونقدر که کاریزما میتونه تو رو متفاوت کنه، یه سری کارها هم هست که کلا نابودت میکنه. کاریزما یه شعله است. با یه فوت خاموش میشه. اولین قاتل کاریزما اضطراب تایید گرفتنه. وقتی همه چیو میذاری تا یکی بگه دمت گرم تو خوبی، اون وقتی که اعتماد به نفست میمیره و حضورت هم سبک میشه. دومین قاتل زیادی حرف زدنه. وقتی برای هر چیزی توضیح میدی، وقتی با استرس میخوای ساکت شدن رو پر کنی، اون سکوتی که باید معما باشه میشه بیارزشی. سومین قاتل ادا و نمایش الکیه. مرد کاریزماتیک لزومی نداره با ژست یا فقر فروختن خودش رو بالا بکشه. وقتی این کار رو میکنی، ناخودآگاه فضا میگه این اعتماد نداره، فقط میخواد جبران کنه. نیچه یه جمله داری که خیلی میچسبه اینجا. کسی که میخواد بزرگ دیده بشه معمولاً کوچیک‌تر به نظر میاد. یعنی چی؟ یعنی هر چی زور بزنی که بگی من مهمم، کمتر حس مهم بودن میدی. کاریزما فقط وقتی زنده میمونه که طبیعی باشه، از درون بجوشه، وقتی حضورت حس داره حتی اگه چیزی نگی. یه مرد کاریزماتیک وقتی وارد جمع میشه لازم نیست شوخی کنه یا وسط بحث بپره تا دیده بشه. حضورش خودش کافیه. اون یه آرامش نامری میاره با خودش. یه حس سنگین ولی دلنشین که همه ناخودآگاه میگیرنش. این حضور از کجا میاد؟ از اینکه تو با خودت تو صلحی، نه دنبال تاییدی، نه در حال ادا در آوردن. فقط همون طوری که هستی. انگار میگی من اینجام، همین برام کافیه. اکهارت یه جا میگه وقتی در لحظه حال باشی، حضورت بیشتر از کلماتت دیده میشن. دقیقاً همینه. تو اگه بلد باشی تو جمع خودتو گم نکنی، بلد باشی به جای نمایش فقط باشی، اون وقت کاریزما خودش رو نشون میده. زنها بیشتر از چیزی که فکر میکنی به این حضور حساسن. نه به مدل مو یا ساعت دستت، بلکه به اون آرامشی که وقتی کنارتن حس میکنن. و همین آرامش یه جور کشش میسازه که هیچ تیپ و ظاهری نمیتونه جاشو پر کنه. کاریزما بازی نیست، حضوره. همه یه چیزایی که گفتم یه خلاصه ساده داره. کاریزما یعنی بودنی که دیده میشه حتی وقتی کلمه‌ای نمیگی. یه مرد کاریزماتیک لازم نداره خودش رو به رخ بکشه، نه دنبال تاییده، نه دنبال نمایش. اون فقط خودش رو ساخته و همین برای جذب کافیه. کاریزما از درون میاد، نه از بیرون. از اینکه خودتو بشناسی، بتونی سکوت کنی وقتی لازمه. با نگاهت احترام و اعتماد منتقل کنی و با حضورت حس بدی که این مرد فرق داره. زنها دقیقاً همینو جذب میکنن. نه ژست مصنوعی، نه حرف زیاد، نه ظاهر پرزر و بر.
بلکه اون امنیت، اون اطمینان، اون آرامشی که کاریزما توی وجودت ساخته. سابسکرایب یادت نره، چون اینجا قراره یاد بگیری مردی باشی که لازم نیست توضیح بده چرا جذابه. خودش حضوره و همون کافیه. و حالا یه سوال که میذارم ته ذهنت بمونه. تو الان واقعا کاریزماتیکی یا فقط داری نقش کسی رو بازی میکنی که دوست داری باشی؟